کارهای مربوط به امام حسین علیه السلام. نفس کشیدن به یاد مصائب حضرت تسبیح است. نفس المحموم لحزننا تسبیح. اینه کسی آه میکشه برای مصیبت امام حسین علیه السلام، نفس میکشه به یاد مصیبت امام حسین. این مثل که میگه سبحان الله سبحان الله. و این که محزون میشود برای آقا امام حسین علیه السلام، این مثل که داره نماز بکنه. و همه لنا عباده. و از این قبیل روایات بسیار و فراوان که هست. یک جهتش اینه که حفاظت بر اساس اسلام و همه آثار رسالت وابسته است به جریان عاشورای حسینی.